بابا امشب اجازه میدی با داداشم برم پارک؟ به داداشت گفتی؟ شاید کار داشته باشه. اون از خداشه، هر شب نسخ سیگاره. بپوش زودتر بریم. خاک تو سرت. چرا؟ فقط امشب میخواید برید بیرون، حواستون رو خیلی جمع کنید. چیزی شده؟ میگن یه قاتل دختر از زندان فرار کرده. لازم نبود اینو به بچه بگی. بابا دختره 4 تا از اعضای خانواده‌اشو با یه کیسه زباله کشته. باورت میشه؟ فقط 24 سالش بوده. میگن قدش خیلی بلنده، حداقل 190 قدشه. رو هر کدوم از انگشتاش تتو داره. موهاش بلوند و فره. چرا پیداش نکنیم نیاریمش خونه؟ مامانم هم تا فردا خونه خاله است که بدیمش دست پلیس.